الان بیشتر همکارای ما مثلا میرن کشور خارج کار میکنن، واسه اونا این پول اون مثلا اون فرش و عتیقه بیاره اینجا یه دلاری وارد میشه، یه کاری میشه، یه سرمایه‌ای میشه واسه این مملکت، ولی ما نمیذارم بیاد دیگه. الان کارگرای ما آقا شما هیچ وقت به فکرتون نرسید، یعنی دلتون نخواست برین اونور؟ والا من رفتم یک سال موندم، خوشم نیومد. اتریش موندم. اتریش. بله. خوشتون نیومد؟ راحت نبودم اونجا، مثلا میشه با آدم نوکر اونا، در صورتی که کار میاد اینجا ما نوکر نیستیم که بیارو التماس میکنه کارش میگیریم درست میکنیم تحویلش میدیم، ولی اونجا یه حالت به حساب چطور بگم نوکریه، این کارو بکن، مثلا وردا برو این خونه، وردا ببر اون خونه، تحویل بده. ولی موقعی که خود اون جنسایی که میاد اینجا ارزش داره میفهمه که اینجا باید درست بشه. خب این رویه که به نفع دولته که از اون ور جنس بیاد اینجا هستش، ولی یک سری مشکلات قانونی و بوروکراسیایی تو مجلس و تو گمرک و اینها هست که من میدونم اتحادیه به شدت دنبال این کار هست که این اتفاق درست انجام بشه. خب چیز سختی نیست میشه عکس بگیرن از کار؟ آره همین کارو میکنن، عکس میگیرن، تمام این روالا انجام میشه، ولی به هر حال چندان مخصوصا برای خارجیه قابل قبول نیست، یعنی قابل تضمین نیست که این کالایی که اومد واقعا میتونه ببره یا نه، چون میگه هیچ ثباتی وجود نداره برای این. دلیلیه که اونها برای خودشون میگن. حالا واقعا قوانین ما اینقدر مشکلات داره من خودم زیاد ندیدم، اما به هر حال این ترس و واهمه رو دارم. از طرف دیگه این کاری که اینها میکنن تو اذهان مردم فکر میکنن که رفو مثل یه رفویی که یه لباس میبرن یه جای سوراخ شده با چرخ خیاطی دوبار روش میرن و میگن این رفو شد. کار اینها رو به این شکل مردم تصور میکنن، در صورتی که حتی کار این استادهایی که اینجا هستن از بافت خود قالی مهمتره. بله. یعنی دقیقاً یک هنرمندی واقعیه که این باید بیاد وسط یک قالی، به عنوان فرض کنید یک چه میدونم به اندازه یه بشقاب رو جوری اینو ببافه که اون رنگی که تو این قالی بوده 120 سال 100 سال 50 سال عمر کرده عین اون در بیاد، بعد نوع بافتشو باید دقیقاً عین همون اون در بیاد. این یه هنرمندی خاصی میخواد که با این کارهای تصورات معمولی اصلا قابل تصور نیست که مثلا اینا چی کار میکنن.